شما شنونده بولتن هفتگی جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک هستید. با مروری بر مهمترین رویدادهای حقوق بشری آذربایجان ایران در هفته‌ای که گذشت همراه ما باشید. به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، گروهی از زندانیان سیاسی آذربایجانی محبوس در زندان اوین با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به اعدام‌های دست جمعی اخیر در زندان قزلحصار اعتراض کرده و از زندانیان محکوم به اعدام در این زندان اعلام حمایت کردند. بازداشت نوید محمدی، شهروند آذربایجانی و هوادار تیم فوتبال تراکتور، روز پنجشنبه 2 مهر در ارومیه و انتقال به مکانی نامعلوم. مجید اسکندری، جوان 24 ساله قزوینی، در حالی که با اتهام اجتماع و تبانی باید در شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین حاضر میشد، اما همکنون با اتهام جدید محاربه در زندان مشهد محبوس است. 5 ماه بیخبری از وضعیت یونس مرامی، شهروند آذربایجانی بازداشت شده در تبریز. حمام تاریخی حاجنگی واقع در محله قدیمی عباسی تبریز در آستانه نابودی کامل قرار دارد. طوفان‌های نمکی برخاسته از دریاچه ارومیه سلامت و معیشت مردم شبستر را تهدید می‌کنند. بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی یا عمرانی که موجب آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود ممنوع است و این در حالی است که بی‌توجهی مستمر دولت‌های متوالی و عدم اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه مصداق بارز نقض این اصل و نقض حق مردم به محیط زیست سالم است. همبستگی جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک با دکتر ابوالفضل رنجبری، وکیل پایه دادگستری و استاد دانشگاه تبریز که 5 ماه است در زندان تبریز بدون دسترسی به وکیل، خانواده یا دارو نگهداری می شود. وی به دلیل حضور علمی در کنفرانس باکو به جاسوسی برای جمهوری آذربایجان متهم شده است. کریم اسماعیل زاده، فعال مدنی آذربایجانی به دادسرای تبریز احضار شد. بازداشت ژینوس محمد نژاد، شهروند بهایی آذربایجانی در ارومیه. بازداشت یک فعال فضای مجازی در تبریز. مطابق ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را آزادانه بیان کند و هیچ کس نباید به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از این حق تحت پیگرد قرار گیرد. بلا تکلیفی منیژه حسنی فرد، معترض آذربایجانی 62 ساله ساکن کرج، بعد از گذشت بیش از 2 ماه و نیم از بازداشت در زندان فردیس. انتقال مرتضی حقیر انتظار، فعال آذربایجانی، به زندان مرکزی تبریز برای اجرای حکم. کارشناسان حقوق بشر یادآوری می‌کنند آگاهی از حقوق فردی نخستین گام در مسیر دفاع از کرامت انسانی و جلوگیری از نقض آن است.